سلام دوستان عزیز، این ویدیو تنها برای آن نفرانی که عین حال در انگلیس هستند و در انگلیس کار کرده شدند. دوستان عزیز، وقتی که شما 4 ماه پوره در انگلیس کار میکنید، در معاش شما پنسیون فوند یعنی نفقه در معاش شما گرفته می شود یک مقدار معین. در این ویدیو من برای شما طرز رد کردن، طرز ادکس کردنش رو برای شما میفهمونم. خب وقتی که پنسیون فوند در معاش شما یک مقدار معین، یک فایز معین پول رو میگیرد، بعد از 3 یا 4 روزی کاریش برای شما سابشن میفرستند و پشت خود داخل میشوید. در اینجا The People's Pension یک بار پخش میکنید. در اینجا برای شما customer number یعنی رقم مشتری فرستنده است، یعنی 1 2 3 گفته شما این هر کس به خود خاص customer number دارد، یعنی رقم مشتری ها که نمبر کلینت میگن با زبان روسی. خب توسط همین رقم شما میتوانید نفقه خود را ادکس کنید. انا کنون برای چما این رو رد میکنیم؟ برای اینکه تنها 6 ماه در اینجا کار کرده می شود. از همه حساب شما حقوقی ادکس کردن رو دارید. خب اکنون کی می تواند که یعنی در یک فایزی معینی معاش خود رو با نفقه دهد. آن شخصانی که در اینجا نیست است، آن شخصانی که در یک هفته از 192 فوند بالا اولیگ میگیرند یا که ماهانش از 833 فوند بالا معاش گیرند، یا که شخصانی که از 22 بالا باشند میتوانند که یعنی با نفقه پرداخت کنند. خب اکنون در این ویدیو گفتم برای شما طرز ادکس کردنش و طرز رد کردنش رو میفهمونم. دو راهی رد کردنش موجود است دوستان عزیز. یکم راهش توسط اوا وبسایت یک بار میدارید. خب یک بار پخش میکنید. من اینترنت خود رو نگیرونم. خب در اینجا customer number یعنی رقم مشتری خود رو در اینجا می نویسید و بعد در این قسمت باشد یعنی روزی تولد خود رو، در این قسمت باشد ماه، در اینجا باشد سال تولد رو می نویسید و در این قسمت باشد NI number چه معنا دارد؟ National Insurance number یعنی رقم سوغاتی خود رو شما در اینجا می نویسید. رقم سوغاتی خود رو شما می توانید در پیسلیپ هر هفته که برای شما پیسلیپ میفرستونند در همون پیسلیپ رقم سوغاتی شما هست. اگر نباشه شما می توانید با فروفول جابز مراجعه کنید. وقتی که این انکت رو پر کرده شده دوستان عزیز، accept قبول کردن یک بار پخش میکنید. بعد آن با طرز اتوماتیک یعنی نفقه شما رد کرده می شود. این یک راهش بود. خب راه دومش دوستان عزیز توسط زنگ زدن. اگر زبان انگلیسی شما خوب باشد، خوب فهمید، شما با این رقم های 9333 230 1366 زنگ میزنید. در آخر میگوید که خشتگ رو یعنی یک بار پخش میکنید و بعد آن رقم مشتری خود رو که در بالا هست، رقم مشتری خود رو، نمبر کلینت، رقم مشتری خود رو میزنید و بعد از آن ماه، سال و روز تولد رو می نویسید و رقم 1 رو پخش میکنید با طرز اتوماتیک یعنی نفقه شما یعنی با قطع میشد. یعنی در معاش شما دیگر نفقه نمیگیرند دوستان عزیز. اگر شما رو باید در دوام 1 ماه باید حتما اجرا کنید. اگر در دوام 1 ماه رد نکنید میتواند که در ماه دیگرش هم در معاش شما نفقه رو گیرد. خب اگر یگام سوالی بود در کامنت نویسید. خود رو احتیاط کنید. بای.